تا حالا شده فیلم ترسناکی ببینی که از لحظه شروع فیلم حتی تا چند روز بعد اون احساس خفگی و سنگینی فیلم رو حس بکنی؟ من دقیقاً 4 تا از همون فیلم ها رو میخوام امروز بهت معرفی بکنم. فیلم اولی که میخوام بگم فیلم هردیتریه که تو سال 2018 ساختنش و با IMDb 7.3. داستان فیلم از اونجای شروع میشه که مادر بزرگ خانواده میمیره، ولی بعدش میفهمن که اون فقط یه مادر بزرگ ساده براشون نبوده. خانواده گراهام بعد از مردن مادر بزرگ وارد یه زنجیره از مرگ و جنون و اتفاقای ماورایی عجیب میشن. حتی کارشون به جایی میرسه که نمیدونن واقعا مشکل روانی دارن یا پای یه نیروی ماورایی مثلا وسطه. توی این فیلم ترس خیلی آروم و عمیق توی وجودت نفوذ میکنه، چون هیچ صحنه کلیشه‌ای نداره، همش واقعیه. فیلم عجیب ترسناکیه، واقعا عجیبه. خیلی صحنه‌های عجیب غریب داره، چون هیچ گیریم خاصی نداره و هر لحظه که از فیلم میبینی اینجوری که بازیگر چجوری تونسته این حالت رو انجام بده، چجوری تونسته این کارو بکنه. خیلی فیلم قشنگیه. فیلم بعدی که میخوام معرفی بکنم ایول دده که مال سال 2013 هستش و با IMDb 6.3. این فیلم هم یه کابوس خالص از خشونت و جنونه. راجع به 5 نفره که برای آخر هفته به یه کلبه‌ای میرن که وسط جنگله، ولی وقتی یه کتاب خیلی قدیمی و عجیبو پیدا میکنن یه سری اتفاقا شروع میکنه به افتادن که مرز بین انسان و شیطان رو انگار از بین میبره. این فیلم یه جور ترس بی‌وقفه است، یعنی هر لحظه‌اش داری میترسی. از همون دقیقه اول با اون فضای بسته و سنگین کلبه شروع میکنه به له کردن اعصابه و بعدش هم جهنم واقعی را میفته. اگر یه فیلمی میخوای که واقعا به معنی کلمه وحشتناک باشه و مغزتو به جای توف کنه، ایول دده. فیلم سوم فیلم The Taking of Deborah Logan که مال سال 2014 و با IMDb 6. این فیلم هم یه مستند ترسناکه، یا بهتر بگم کلا یه مستند تسخیر شده است. راجع به تیم دانشجویی که میرن سراغ یه زن مسن آلزایمری تا روند بیماریشو ثبت بکنن، ولی بعدش یکم بعد میفهمن دارن یه چیزای بیشتر از این زبان عقل رو ضبط میکنن. تو فیلمایی که ضبط میکنن از اون پیرزنه متوجه یه سری رفتار و حرکتایی از این پیرزنه میشن که هیچ آدمی نباید بتونه اون رو انجامش بده و کم کم این مستند تبدیل میشه به یه سند زنده از ورود یه نیروی وحشتناک به زندگی این پیرزن. این فیلم هم چون حالت مستند داره واقعا با اعصابت بازی میکنه. چیزایی که میبینی ممکنه واقعا اتفاق بیفته، اصلا چیز دور از ذهن توی فیلم نمیبینی. فیلم چهارم فیلم دویزیت هستش که مال سال 2015 و با امتیاز 6.3. این فیلم هم راجع به دیدار خیلی ساده با پدر بزرگ، مادر بزرگ و نوه هاست که هر لحظهش که میگذره عجیب تر میشه. دو تا بچه‌ان که برای اولین بار قراره چند روز رو با پدر بزرگ، مادر بزرگشون توی خونه روستایی بگذرونن. همه چی هم خیلی اوکی و عالی پیش میره تا وقتی که یه سری قوانین عجیب غریب پدر بزرگ، مادر بزرگ برای بچه‌ها میذارن که یکم هم مثلا ترسناک بوده. میگفتن که مثلا بعد از ساعت 9:30 بچه‌ها از اتاق حق ندارن بیان بیرون، باید تو اتاق بمونن تا صبح. فیلمش هم چون حالت مستند داره و کلا با دوربین دستی گرفته شده، هر لحظهش استرسیه، چون هر موقع که این دوربین رو دست فیلم بردار میخواد بچرخه تو نمیدونی قراره چی ببینی. این فیلم هم بازی و حرکتای به شدت ترسناک و قشنگی داره و اینم هیچ گیریم عجیب غریبی توی صورت بازیگران نیستش که بخواد ترسناکشون بکنه و فقط اکت بازیگراست که به نظرم این فیلمو به شدت ترسناک کرده. یه استرس خیلی عجیبی تو حین فیلم داری، اصلا یه حس بدی داری. من سعی کردم 4 تا فیلمی رو معرفی بکنم که به معنی واقعی ترسناک باشه، به دور از کلیشه ها و گیریمای عجیب غریب فیلم ترسناک ها، و اینکه امتیازشون هم بالا باشه به نسبت فیلم ترسناک های دیگه و به معنی واقعی حس ترس رو توی وجودت تا مدت ها نگه میداره. این 4 تا فیلم من خودم این فیلم ها رو 1 بار دیدم و حتی حاضر نشدم برای بار دوم نگاه کنم. مرسی که تا اینجای ویدیو با من بودین. فیلم ها رو ببینین، نظرتون رو بهم بگین، کیف کنین.